بچه حالتون چطور؟ خوش اومده به یک ویدیو دیگه. بچه قراره تو این ویدیو براتون 90 FPS فعال کنیم و برای همه گوشی کار میکنه، که هر نوع گوشی باشه براش FPS فعال میشه. و بریم سراغ برنامه. بچه برای اینکه باورتون بشه اول میرم سراغ پابجی. ببینید FPS من چنده و بعد چند میشه. خب بچه ها الان اومدیم وارد پابجی شدی و میریم سراغ تنظیمات که FPS ببینید. بچه اینجا ببینید کلا FPS من 30 و بقیه هم فعال نیست. ببینید فقط FPS من 30 گوشیمون 30 FPS و الان میریم سراغ اینکه 90 FPS رو فعال کنیم. خب بچه برای اینکه بریم برنامه رو دانلود کنید وارد مارکت میشیم و سرچ میکنیم که خب اینجا اولین یعنی اینو GFX اینو دانلودش میکنید. خب بچه برای اینکه برنامه دانلود شد نصبش میکنید و میریم اول DNS روشن میکنید یا هر فیلتری که وارد پابجی میشید. خب وارد برنامه میشید. خب اولی سمت چپیه رو میزنید، مجازه است میزنید. خب بچه ما به اینو کاری نداریم، ما میریم اینو وارد چی میشیم؟ FPS یعنی FPS میزنید روی بچه گوشی من چون 30 FPS 40 FPS یا 60 FPS بالا میاد. برای من 90 FPS بالا نمیاره. حالا برای شما 40 FPS باشه بالا میاد 90 FPS. من میزنم رو 60. خب بچه ها برای اینکه وارد بازی بشید اینو میزنید. خب بچه میریم بالا، بعد اولیو بزنید رو گلوبال بذارید. خب الان اینو میزنید. وایسی من فلش براتون بکشم. اینو میزنید. خب بچه اینجا دوباره اولیو میزنید. خب اینجا بچه وارد محل ذخیره میشه یا همون پاک کردن داده ها. بچه پاک کردن داده ها هیچ چیزی پاک نمیشه، مثلا براتون چیزی ضرر نده، فقط همیشه وارد بازی میشی باید این روش ها رو انجام بدید. داده ها رو پاک میکنید، بعد میاییم بیرون و دوباره رو همین کلیک میکنید و سمت چپیه رو میزنید، بعد دوباره سمت چپیه میزنید. خب الان وارد پابجی میشید. خب بچه باید اولی این زرده رو بزنید و مجازات رو بزنید تا وارد بازی بشید. خب بچه به اینجا میرسید برای همه گوشی اینطوری میشن و رو اکانتتون رو فیسبوک گوگلش و برای من رو گوگل میزنم رو گوگل. خب میزنم رو جیمیلم تا بریم وارد بازی بشیم. خب بچه وقتی وارد پابجی شدید میریم وارد سراغ تنظیمات. بچه آماده 60 FPS رو نشون بدم. 1 2 3 60 FPS فعال شد برامون. و اگر شما هم میخواید همچین 60 FPS براتون یا 90 FPS براتون فعال بشه این برنامه رو دانلود کنید و اون حرکاتی که من گفتم انجام بدید و تنظیمات برنامه رو باید فعال کنه. این من و وارد با چیف شیم و همیشه اون روش ها رو باید انجام بدید. هر موقع وارد برنامه میشیم باید اون روش ها رو انجام بدید تا براتون همیشه 60 FPS یا 90 FPS براتون فعال باشه.